120 ثانیه با ایمیل ها. قبل از هر چیز اجازه بدین که یک عذرخواهی بکنم از همه اون دوستان عزیزی که امکان پرداختن به ایمیل هاشون در این فرصت محدود 120 ثانیه‌ای نیست. یعنی در واقع از اغلب دوستانی که مطالبی برام می‌فرستن بایستی اینجا عذرخواهی بکنم. تلاش می‌کنم که در حساب فیسبوک پیک شادی به این مطالب بپردازیم و تا اونجایی که در امکانمون هست به اونها جواب بدیم. تشکر فراوان از بهرام از تبریز، مجید ساعتچی، فریبرز ممتحن، کریم، محمد از استرالیا، حسین از اسپانیا، مسلم جمشیدی، محمد بیهقی و سایر دوستانی که مطالب طنزشون مورد استفادهمون قرار گرفته. مسعود کنوز عزیز ترانه طنز قشنگ علی میمونه و حوزه که برامون ارسال کرده بودی به دستمون رسید. خیلی ممنون ازش، در فرصت مناسب حتما استفاده می‌کنیم. همینطور از دوست گرامیمون میترا بابت کلیپ آخوند وحشی تشکر می‌کنیم. کریم از هلند شعر قشنگی که نوشته بودی به دستمون رسید، به دست طنز پردازانمون رسوندیم که به شکل مناسب ازش استفاده بکنیم. مرادسان شعر نوت رسید، دست درد نکنه، بسیار جالب بود. بابک خرمدین نکات طنزت خیلی جالب و قابل استفاده بودن. دوست عزیزم شریف کلیپ مصاحبه مضحک پروین احمدی نژاد خواهر پاسدار احمدی نژاد به دستمون رسید، در فرصتی حتما ازش استفاده خواهیم کرد. یکی از دوستان عزیز پیک شادی به نام سولی تصاویری برامون فرستاده و در توضیح اونها نوشته که ببینید که مملکت ما را چگونه اداره میکنند، که تصاویر رو با هم تعدادیش رو میبینیم. دوست گرامی پیک شادی پاتریس مثل همیشه ما رو از مطالبتون بهره مند کردید، خیلی ممنونیم بابت این مطالب و آرزوی ادامه این کار رو داریم. بهمن عزیز از ترکیه قطعه طنز جالبی رو در مورد احمدی نژاد و اون سخنرانی مضحکش در سازمان ملل برامون فرستاده که اغلب هیئت‌های شرکت کننده صحنه رو ترک کردن و احمدی نژاد تنهامون برای صندلی خالی سخنرانی کرد و نوشته که این طنز را چند روز پیش در اینترنت دیدم، هرچند کوتاه هست فکر کردم برای پخش در پیک شادی مناسب است. بهمن جان کاملا درست فکر کردی، بعد از 120 ثانیه با ایمیل ها اون رو با هم می‌بینیم.